خب برای ساختن این وسیله که شما میخواین درست کنین این وسیله احتیاج دارین. لوازمی که احتیاج دارین این هست: نخش باید نخ پنبه‌ای باشه. یه سیگاری باید باشه که وقتی که بهش پک نمیزنی خاموش نشه. خودتون میتونه امتحان بکنید ببینید چه سیگاری برای شما بهتره. بعد یه دونه چسب هستش، یه خلال دندون و اعلامیه‌ای که نوشتین و به هر حال هر چیزی که میخواین پخش بکنین. یه دونه بادکنک. بعد این وسایل هم هست: قیچی و یه بشقاب کوچولو، یه دونه چاقو و یه ذره آب. این آب توش چی نیست، اینو لازم ندارین ولی آب اگه باشه دیگه آب ریخ اینجا. خب طرز تهیه: اولین کاری که میکنیم باید فتیله رو درست بکنیم. فتیله یه نخ انقدری رو، تقریبا نخ نخی رو اینجوری، نخ نخی چیزی جالبیه. آره. بعد یه چند تا کبریت رو در میارین، کبریت معمولی میذارین توی یه دونه بشقاب کوچولو، یه چند تا قطره آب میریزین روی اینا، چند تا قطره فقط، زیاد آب نریزین روش خیلی آب بشه. اینا رو باید بذارین یه 10 دقیقه توی آب خیس بخوره. خب حالا 10 دقیقه گذشت، چیکار میکنیم؟ اینا رو با نوک چاقو این گوگرد سر اینا رو یکی یکی ازش جدا میکنیم، میریزیم توی بشقاب، جمع میکنیم یکی یکی همه رو با حوصله. بعد سرشون رو جمع کنیم. اینجا چیزی که جمع میشه برای ما. یکم هم به هر حال حوصله به خرج بدین، همه اینا رو دونه دونه میتونین جمع. خب اینا دیگه یکی یکی داره تمام میشه. این آخرش بود. این چیزیه که ما از این کبریتامون میخواستیم به دست بیاریم، یعنی همون سراشونه که یکم هم تو آب خیس شده، یه مایه ازش درست میشه، تقریبا یکم سفته. توی استفاده کردن از کبریت خست به خرج ندین، هرچی بیشتر کبریت بذارین مطمئن‌تر میشه کارتون. بعد نخ رو برمی‌دارین، نخ ماست، توی این همینجوری میقلتونین. این باید به همه جای این نخ برسه، کاملا باید توی این مایه اضافه بشه بهش. هرچی بیشتر بزنین. میتونید یه بار درست کنین، امتحان کنین که کاملا خیالتون راحت باشه چقدر باید کبریت اضافه بکنین. بعد وقتی کاملا این تو این آغشته شد اینجوری، یه همچین نخی براتون درست میشه که اینو باید بذارینش یه جا خوش بشه. ما میذاریمش اینجا، یکی 2 ساعت طول میکشه تا خوش. خب حالا 2 ساعت گذشت، 3 ساعت گذشت، نمیدونم چقدر گذشت، به هر حال این خوش شده. اینجوری باید باشه، اینجوری خیلی خشک میشه، قشنگ معلومه که دیگه قابل استفاده است. اینا همه رو میتونید تست کنید توی خونتون. اگه کمی مشکوکین که خوش شده، کاملا باید خوش شده باشه، ازش یه تیکه ببرین، آتیش بزنین. اگه خوب سوخت اون حتما کار میکنه. یه تیکه از این میتونیم ببریم. الان اینقدرشو با این قیچی میگیریمش، یه دونه کبریت هم میاریم براش، ببینیم چجوری کار میکنه. بله بسیار عالی، این قسمتش خوب کار میکنه. خب حالا باید فتیله رو یه جوری وصلش کنیم به سیگار. هر چقدر که این فتیله به سر سیگار نزدیکتر باشه زودتر آتیش میگیره و زودتر، یعنی وقتتون کمتر میشه. تمام سیگار به شما یه چیزی حدود 7 دقیقه میده، ولی میتونید خودتون انتخاب کنید که چند دقیقه بعد قراره که این منفجر بشه. ولی اگه قرار باشه بیشترین وقت رو ازش بگیریم، اینجا یه سوراخ میزنیم، یه سوراخی با این چوب میزنیم به این شکل. بعد سر فتیله رو فرو میکنین توی این، تقریبا یه سانتی میره اون تو به این شکل. بعد برای اینکه این اینجا بمونه باید یه نخی دور این ببندید و یه گره بهش بزنید. گره زدنش به این ترتیب هست. بله اینجوری گره که بهش زدین، نخ و سیگار و فتیله همش به این شکل در میاد. سر بعدیش هم که وصل میشه به
بادکنکتون. خب حالا فیتیلتون رو آماده کردین، سیگارم میذارین اینجا. بریم سراغ اصل قضیه که اعلامیه های شما باشه که هر چی دلتون خواسته روش نوشتین، هر اطلاعی، شعاری، چیزی، و اینا رو بعد اینجوری دستشون میکنین. اگه دیدین که مشکل یا بادکنک نمیشه، یک بار نمیشه این کار کرد، میشه مثلا 2 قسمتش بکنین، از به اصطلاح 2 بار این کار رو انجام بدین. اینا رو به این شکل باید داخل بالون کنید قبل از اینکه بالون رو باد میکنید. یکم باید دقت کنید که بالونتون پاره نشه در حین این کاری که دارید انجام میدین. این کار وقتگیری ممکنه باشه در برخی بالون ها، اما همینجوری بقیه اعلامیه ها هم توش میکنید. خب اینم بقیه اعلامیه ها و سلام، تموم شد. این اعلامیه های شماست توی بادکنک، آماده برای اینی که گاز بادکنک رو روش بذارین و بادش کنین تا بزرگ بشه. خب آخرین مرحله اینه که شما این فتیله رو اینجا یه جوری به این بالونتون وصل بکنید. حالا من اینو ولش کنم در میره دستم. یه 2 تا تیکه چسب میگیریم و اینجا وصلش میکنیم کاملا. حالا ممکنه یه کسایی بگن خب اگه بارون بیاد اینا سیگار ما خاموش میشه و این نمیگیره و اینا. در یه اونجور مواردی میتونی یه تیکه به اصطلاح آلومینیوم فویل روی اینجا چسب بکنیم که اونم هم نور سیگار دیده نشه موقعی که داره میره بالا، همینی که محافظت کنه از اینی که روش آبی چیزی بریزی که روشن نشه. آخرین مرحله اینه که این سیگار رو باید به نحوی روشن کنید، یه دونه پک بهش بزنید که سیگار کاملا بگیره و بعد اعلامیه شما آماده است. همینطور که میبینید الان این ما با گاز بادکنک اینو پر کردیم و اعلامیه هم توش همونطور که میبینید پیداست. حالا ممکنه بعضی فکر کنن که این گاز بادکنک رو ما باید از کجا بیاریم. گاز بادکنک در وهله اول همه این بادکنک فروش‌های دست فروشی که میبینید همه میدونن از کجا میشه تهیه کرد و خودشون هم دارن. به اضافه اونا جوشکارا و لوله کشا و اینا هم از این گاز برای جوشکاری و لوله کشیشون استفاده میکنن. اونا هم میدونن که باید از کجا این گاز رو تهیه کرد. البته ما اینجا بهش نخ بستیم برای اینکه جای دوری نره، اینجا خیلی باد میاد امروز، بتونیم ازش فیلم برداری کنیم به شما نشون بدیم. شما کارتون خیلی راحت تره به خاطر اینکه این نخ رو لازم نداره. ای داد این ترکید ما نتونستیم فیلمشو بگیریم. بیرون که نشد، بالاخره همه وسایل آوردیم تو با یه بادکنک دیگه. حالا دوباره آزمایش میکنیم. دیگه بگیر رو دست در نکن، همش میگیر تا لحظه‌ای که حتما میترکه، مشکلی نداره.